امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد دارم قطعه 29 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم موسیقی ملل رو با هم دیگه نوازندگیش رو یاد بگیریم. یادتون نره قطعه‌ای که دوست دارید آموزش ببینید رو برای من کامنت کنید و من سعی می‌کنم بذارم توی برنامه ضبط ویدیوهایی که براتون آموزشش رو آپلود بکنم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشید. موسیقی ملل 4/4 هست، یعنی در هر میزان معادل 4 تا نوت سیاه وجود داره. یعنی ما 4 تا ضرب داریم که توی هر ضرب باید معادل یک نوت سیاه بزنیم. قبلا در مورد این نکات الگوهای ریتمیک توضیح دادیم که نوت‌های سیاه و چنگ و دولاچنگ و اینا رو چطوری میشماریم. ما عموما توی این قطعه نوت چنگ و سیاه داریم. میتونیم شمارشمون رو به صورت 1 و 2 و 3 و 4 و انجام بدیم. فقط یه تیکه دولاچنگ داریم که میتونیم اونجا یه او اضافه کنیم که دولاچنگ رو بتونیم اجرا بکنیم. نکته‌ای که این قطعه توش خیلی مهمه اون سکوت‌های چنگیه که روی ضرب شماره 3 میفته. خیلی باید دقت بکنید که این رو بگیرید، چون ضرب شماره 3 توی میزان‌های 4/4 ضرب مهمیه. یعنی بعد از ضرب 1 که پر اهمیت ترین ضرب ما یا ضرب قوی میزان محسوب میشه، ضرب شماره 3 ضرب نیمه قوی میزان محسوب میشه و اهمیتش نسبت به بقیه ضرب‌ها خب بیشتره بعد از ضرب اول. حالا توی خیلی از میزان‌ها مثل میزان اول، دوم، سوم، پنجم، ششم، ضرب شماره 3 ما ضرب نیمه قوی میزان ما سکوت شده. خب قبلا در مورد این حرف زدیم که وقتی که ضرب قوی یا نیمه قوی یک میزان سکوت میشه به این حالت ضد ضرب میگن، یعنی اجازه خوردن اون ضرب قوی داده نمیشه. مثلا توی متر 4/4 میگیم 1 2 3 4 1 2 3 4. این 3 مهمه. حالا این 3 اگه نخوره میشه 1 2 4. میدونید خالی میشه انگار. به این حالت میگیم ضد ضرب و باید دقیق با شمارش بشماریدش که سر جای خودش این ضد ضرب رو بگیریدش. خب بریم با هم دیگه تیکه تیکه نوازندگیش رو کار کنیم و پیش بریم. میزان اول یه سری جفت داریم که همش نوتاش مثل همه. نوت دو و سل رو باید جفت بگیریم. دست راست نوت پایین رو میزنه، دو زرد. دست چپ نوت بالا رو میزنه که سل سفیده. پس به این شکل دست راستمون رو دو زرده، دست چپ رو سل سفیده و اینا همزمان میخورن. شمارشش هم که واضحه، 1 و میشه 2 تا چنگمون، 2 و برای نوت سیاه، 3 سکوت چنگ، تو وی بعد از 3 باید چنگ بعدی رو بزنیم و 4 و هم برای نوت آخر میشه. پس میشه 1 و 2 و 3 و 4 و. یه بار دیگه من این قسمت رو براتون اجرا میکنم. دقت کنید که بعدش علامت تکرار یک میزان هم داریم. پس دو بار پشت سر هم دیگه میزان اول رو براتون اجرا میکنم. 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و. میریم سراغ میزان دوم. نوتامون هست دو سل سل فا می. سکوته رو مواظب باشیم. پس شد دو سل سل فا می. به راست چپ ها توجه کنید، به این نکته توجه کنید که می که روی خط اول نوشته میشه خرک هشتم سیمای زرد باید بخوره. فقط زمانی می رو خرک اول سفید میزنیم که علامت کرون داشته باشه که ما تو این قطعه اصلا نداریم.
پس میان رو باید خرک هشتم بزنیم. حالا که بحث این شد بذارید این نکته رو هم بهتون بگم. گفتیم این قطعه از قطعات موسیقی ملل هست، به این معنی که قواعد و قوانینی که توش وجود داره خاص موسیقی ایرانی نیست. قبلا موسیقی ملل داشتیم، اگه دقت کنید مثلا از نوت لا سفید و زرد اصلا توش استفاده نکرده. چرا؟ چون این لایی که ما تو سنتورمون داریم، لا کرون اصطلاحا بهش میگیم یا می کرون که خرک اوله، اینا خاص موسیقی ایرانی هستن، خاص موسیقی شرقی هستن و ما اینا رو نداریم تو این قطعه. این قطعه در گام دو مینور نوشته شده، در گام دو مینور موسیقی غرب نوشته شده و از اون قوانین داره تبعیت میکنه. در مورد گام‌های ماژور و مینور اینا توی قالب اطلاعات تئوری میگنجه که امیدوارم فرصتی باشه که بتونیم اینا رو هم با هم دیگه کار بکنیم. اوکی، پس میزان دوم یه بار دیگه براتون اجرا میکنم. 1 و 2 و 3 و 4 و میریم سراغ میزان آخر خط اول. باز دوباره همین نوتی هست که رو سیمای زرد و سفید زدیم، ولی یه اکتاو زیرتر باید بزنیم، یعنی رو سیمای سفید پشت خرک. دو سل سل فا می، دو سل سل فا می. میشماریمش 1 و 2 و 3 و 4 و میریم خط دوم. فا 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 می ره دو. میدونیم فایی که روی خط پنجم نوشته میشه همیشه خرک دوم پشت خرک میخوره. اگه قرار باشه خرک نهم سفید بزنیم بالاش 9 مینویسه، یادتون نره. پس فا پشت خرکن. فا 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 می ره دو. میشماریم 1 و 2 و 3 و 4 و. پس همون چیزی که رو سیمای سفید زدیم، رو سیمای زرد و سفید زدیم، رو سیمای سفید پشت خرک هم تو خط اول میزنیم. در ادامهش اول خط دوم فا 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 میره دو جمله رو کامل میکنه. پس اگه من یه دور از اول تا اینجا بخوام اجرا بکنم نوتامون اینجوری میشه: 1 و 2 و 3 و 4 و. تکرار: 1 و 2 و 3 و 4 و. 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 این شد تا اینجا. حالا میزان دوم خط دوم باز دوباره تکرار همون چیزیه که توی خط اول زدیم. دو سل سل فا می میره روی اکتاو بالا. دو سل سل فا می. پس دو میزان آخر خط دوم میشه دو سل سل فا می، دو سل سل فا می. خط آخر، خط سوم، نوتامون هست فا 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 سل می ره دو، ره می فا 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 سل می ره دو. این دو میزان آخر هم یه جوری شبیه به هم، فقط تو میزان اول یه رمی آخرش اضافه داره. پس میشه فا 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 سل می ره دو، رمی فا 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 سل می ره دو. میشماریمش 1 و 2 و 3 و 4 و. او 1 و 2 و 3 و 4 و. خیلی راست چپش مهمه. توی میزان آخر راست و چپمون به صورت چپ راست راست چپ اجرا میشه. چپ، دو تا راست، چپ، که بعد اینجا فرصت داشته باشه دست راست ما که بیاد بالا. چپ راست راست چپ. من اینجا راست آخر رو که میزنم تا این چپه میخواد بخوره دستم اومده بالا. نگاه کنید. به تو بالا رفتن رمی رو دو تا راست میزنیم و دست چپ من اینجا آماده فا زدنه. رمی فا، رمی فا. اینجا اینجوری نیست که بزنیم رمی بعد تازه دست چپم رو بخوام بیارم این ور، چون زمانی براش نداریم. رمی فا، رمی فا، آماده ضربه زدنه. بسیار عالی. به آخر قطعه هم یه دولا خط تکرار داریم که باید کل قطعه رو دوباره تکرار کنیم. یه دور من از اول تا آخر قطعه رو براتون اجرا میکنم که بدونید کل قطعه رو شما باید به چه شکل بزنیدش. 1 و 2 و 3 و 4 و. 1 و 2 و 3 و 4 و.
سه و چهار و یک و دو و 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 سه و چهار و حالا اگه بخوایم با مترونوم قطعه رو بزنیم، خب سرعت قطعه رو مشخص کرده 80. پس ما مترونوم رو تنظیم میکنیم روی 4 ضربی و سرعت 80 به این شکل مترونوم برامون میشماره. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و این هم اجرای این قطعه با مترونوم. حالا میتونیم یه ذره بهش تکنیک هم اضافه کنیم که یکم زیباتر بشه این قطعه، مثلا به این شکل بزنیمش. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یادتون نره که آهنگی که دوست دارید آموزش ببینید رو برای من کامنت کنید. ممنون میشم که این پست رو لایک کنید، نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.